به نام الله بخشاینده و مهربان. کسی را پند دادنی نیستم، تنها مؤمن برای برادر خودش یادآوری می شود و امروز ما نیز چنین کردیم. در طول تاریخ انسانیت حسد سبب و صفت پستی می گردد. آدم را خصلت همیشگی از چیز ناراضی بودن به بخیلی و حسد برده می رساند و در نتیجه بدبینی دیگران آغاز می شود. آنهایی که به نظر حسدخور از وی بهتر و یا برترند، در پیشروی، در نمود ظاهری و یا حتی در شماره فرزندان، آن همین بدترین خصلت است که به سبب‌های دیگر نیز آورده می رساند. ابلیس نیز به آدم حسد برد. حسد وی را از عقل دور ساخت و به بدبختی برد. ابلیس به مقام بلندی آدم آنچنان حسد می برد که تیار بود آدم را نابود سازد، حتی به قیمت نابودی خودش. همچنین ما اولین قتل آدمی را از تاریخ می دانیم که سببش حسد بود، وقتی که یکی از فرزندان آدم، قابیل، برادرش هابیل را کشت. تنها در دو حالت حسد بردن جایز بود است. یکم، نسبت شخصی که الله وی را داننده قرآن گردانیده است و آن شخص شب و روز قرآن را می خواند. و دوم، به شخصی که الله بر وی بایگری داده است و وی شب و روز صدقه و تقسیم می کند آن بایگری را. دیگر در همه حالت حسد و بخیلی منع شده است. شناختن حسدخوران خیلی آسان است. آنها همیشه خودشان را به دیگران مانند می کنند. آنها می خواهند در جای و یا وظیفه کسی دیگر باشند. کینه و بدبینی پنهانی و آشکار و شخصی از خودشان بهتر را احساس می کنند. چی در مالداری باشد، چی در نزدیکی درجات به الله. حسدخوران خودشان را و داراییشان را همیشه با شخصانی دارا و موفق مقایسه می کنند. برای حسودان توجه برای خودشان نمی رسد. به جای آن که با مهنت خود کوشش عملی کردن آرزوهای خود شود، به آن می کوشد که دیگران دارند، اما هر بار دچار ناکامی می گردد و خوشبختی را حس نمی کند. ببینید آنهایی را که نمودهای نوی ماشین را می خرند، می بری خانهشان را دیگر می کنند، تلفن‌هایشان را به جدیدترینش عوض می کنند، تنها با مقصد حسد به دیگران. حسد مثل کسلی سرطان است. اگر در وقتش معالجه نشود، تمام روح انسانی را فرا می گیرد. انسان خوشبختی حقیقی هیچگاه نیاز به مقایسه کردن خود با دیگران نمی شود، چون که وی شکر و قناعت کردن را با آنچه که دارد آموخته است. اما حسودان باشند اکثر وقت به خودشان باور نداشته با دیگران داراییشان و خوشبختیشان را مقایسه میزان می کنند یا در میزان مقایسه می کنند. باری دیگر یادرس می شویم سبب این قناعتمند نبودن است که به نتیجه های بد برده می رساند، زیرا به قدر آن چیزی که الله به کس و نزدیکانش قدر کرده است نمی رسند. این گونه روحیه انسانی با وسواس شیطان تیز گرفتار می شود که از بخیلی آدم قوت گرفته و بعداً به مصیبت سخت‌تر برده می رساند. در عموم و اکثراً حسد بی اساس می شود. غیر از این حسودان می پندارند که آنان مناسب ترند از دیگران، هرچند یگان ذره مهنت مثل موفقان نکردند و نمی دانند که شخص کامیاب تا به این درجه رسیدن چه مشقتی کشیده است. مثال آن
اویله خوشبخت دوستش، حال آن که برای بردباری اویله و بنیاد آن و اویله داری چی مقدار زحمت ها صرف شده است. در مثال قابیل و حابیل باشد، حابیل بهترین گوسفند را قربانی کرد، اما قابیل باشد بدترین حاصل را پیشکش کرد و بعداً غضب کرد چرا قربانی برادرش قبول گشت و از وی نه. حسد صفت خطرناک است، یکی از صفتهای ابلیس و دل و شعور انسان را سیاه می کند. حسود و حسودخور مثل ابلیس است. حسودخور ناشکری به الله است، یعنی ناشکری کردن به الله است و به حکمتهای الهی احترام نمی کند. از این برمی آید که ایمانی چنین انسان نیز ویران است. یعنی ناممکن است که آدم بخیل و حسدخور باشد و برابر آن خوشبخت نیز باشد. این غیر امکان است. برای حق بودن یکیش دیگرش باید باطل شود. به اساسهای اسلام باید برگشت. به خود دقت داده و به دیگران اهمیت ندهید و همیشه شکرگزار به الله باشیم. هیچگاه حیات بیگانگان را آرزو نکنیم تا که مانندی آنها باشیم. به حکمت الله باور کنید. الله به هر کی خواهد می دهد و از هر کی خواهد می ستاند، با آن سببی که تنها به او تعالی معلوم است. به آنی که الله کی داریم می باید شکر گویم و آنی که نصیب دیگران است به حال خودش باید مانیم. فراموش نکنیم که الله عادل است. فراموش نکنیم که با فهمیش محدود ما چیز چونین و چونان است، اما حیات عادلانه است. تنها نگاه ما از یک طرف است. زندگی کی برایمان آسان می شود؟ هرگاهی که به دارایی و مال و ملک کس کاردار شدن را بس کنیم. فراموش نکنید الله شما را از مال و ملک دیگران نه، تنها از دارایی خودتان پرسان می شود. روزی که شما در حقیقت به دارایی ها و مال و ملک خود شکر گفته از پنجره های حسد و بخیلی آزاد می شوید، برایتان روزی خوشبختی خواهد بود. الله هر یکی ما و شما را در پناه خود حفظ کند. دعا می کنیم که هرچی بهتر است برایمان الله آن را نصیب گرداند تا واخوری های دیگر خود و اطرافیانتان را احتیاط کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.